دیکتاتور! مهر ترندج اکبر دیکتاتور. سێڵاوین سێڵاو بە لرفە و گرفەتر لە جاران، سێڵاوی سەردەمی بوژانەوە و ڕاماڵین بە لرفەین، بە لرفەتر لە شەڵماش و بەقینتر لە سیروان. تیژڕەوین تیژڕەو تیشتر لە ئارارات و بەتینتر لە گەرمێن. پشکۆین پشکۆیە و مەشخەڵانەی وا بوونەشکۆ. چرۆین ئەو چرۆیانەی وا لە بربڕەی پشتی مێژوودا چەکەرەمان هێنا. هاوارین هاواری وەزاڵە هاتووی سەردەمی ئەشکەنجە و زیندان. سرودین سرودی ڕاپەڕین و ئێعتراز و شۆڕش. هەستانەوە تاو دەدەین شەقام بە شەقام، شار بە شار، شاخەبین بە شارانە، بە تارانە، بە تەواری داگیرکەرانە. ساڕێژین ساڕێژ بۆ ئەشکەنجە و زیندان. گولەین گولەیە و چەکانەی وان نەتەقێنراون. شاخین بە سەنگەرەکەی شەهید فەخرەکانە. ڕاوەستانین بە 24 ڕۆژەی سنەدا. بیرۆکەین فواد ئاسا بۆ ڕەنج و تێکۆشین و کار. ناومان کۆڵنەدەرە و کردەوەمان داهێنەر. مناڵی سەردەمی داهێنانین بێترس بێباوەکو جەسوور شۆڕەسواری مەیدانین. ئارێز ئارێز مزگەنی بدە بە شار، زەماوەندی سەرکەوتن نزیکە. شەقام سەراسەر سەنگەر سەنگەر ئاودان. شاهۆ شاهۆ پەیامەکەت گەیشت لە خانیەوە تاکو شنۆ، لە شەڵماشەوە تاکو خۆی، لە سەردەشتەوە بەرەو پێدەشت. چرۆکان بوونە دار، هەڵاڵەکان بوونە سەردار. لە قەرنێ و قەڵاتێوە، لە گورداونی شەهید خانەوە، لە هەڵمەتەکەی هەمەحسێنەوە، لە سەقز و سابڵاغ و بۆکانەوە ژیناکان بوونە ڕەمزی ژیانەوە. ژن ژیان و سەرهەڵدان. شەقام زەماوەندی سەرکەوتنە جێرێ. ریزبەندی شەقام
بنخواز یکسانی و کاتی یکیتی و یک بون آماده وری شاخ رجاوت شارو شار براوستاناو شقام بشاخ بونا کاد جمیر بسفر بونا سر هلدان بتیکوشانا ورزی رامالینو هین و سکان لزمانی کاک صدیق و ددوین ام جاره زماوند یک جاری دجرین سرکوتن نزیکو سرکوتن تان باش سرکوتن من باش با عرض سلام حضور شما بینندگان گرامی پخش زنده. خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال فراخوان گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی از روز شنبه 16 مهر ماه تاکنون ادامه داره و در خیابان‌های بسیاری از شهرها جمله تهران، شیراز، اصفهان، عراق، سنندج، کرج، رفسنجان، مشهد و غیره صحنه حضور مردم و شعارهای ضد حکومتی بودند. با گسترش دامنه اعتراضات و اعتصابات، کسبه و بازاریان بازار بزرگ و بازار تجریش تهران نیز دست به اعتصاب زدند. کسبه شماری از شهرهای کردنشین ایران نیز در روز شنبه با بستن مغازه‌های خود اعتصاب‌ها در این مناطق رو همصدایی با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. همچنین دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور نیز به خیابان اومدند. نیروهای امنیتی در سنندج به سمت معترضان تیراندازی کردند و 3 تن از معترضان به نامهای سیاوش علیزاده، پیمان منبری و محمد امینی جان باختند. در مشهد هم زن جوانی در پی تیراندازی ماموران به سوی معترضان جان خود را از دست داده. خیزش جوانان همچنان ادامه داره و مصممند تا پیروزی و سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی در خیابان بمونند. به همین منظور رفیق اکبر نادری از طریق تلفن با ماست که به چند سوال من پاسخ بدن. رفیق اکبر خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتید. با درود به شما رفقای گرامی حزب کمونیست ایران و کومنلر و با درود به همه جانباختگان جنبش، به خصوص جانباختگان اعتراضات اخیر، یاد همه جانباختگان گرامی باد. رفیق اکبر، تداوم خیزش مردم و حضور مستمر اونها در خیابانها به نظر شما به چه معناست؟ ابتدا به ساکن به هر حال همه ما مطلع هستیم که این رژیم جنایتکار در 43 سال اخیر جامعه ایران رو تبدیل به یک انبار باروتی کرده، انبار باروت اجتماعی کرده که با هر اتفاقی این انبار باروت منفجر میشه. که ما به هر حال میدونیم که ژینا مهسا امینی، این دختر جوانی که برای مهمانی به تهران رفته بود، رو جنایتکاران تشخیم اسلامی کشتند و با شیادی و دروغگویی هایی که بعد کردن روزهای رنج و زحمت اون جامعه، مخصوصا این اعتراضات ابتدا به ساکن از کردستان، آغاز شد کردستان قهرمان و بعد دامنه این کشید به تمام شهرها و قصبه های کل ایران،
بیش از 150 شهر و شهرک رو در بر گرفت، به طوری که آمد حتی دانش آموزان دبستانی رو هم این اعتراضات به خیابان ها کشید. طبعا اگرچه این نقطه انفجار با جینا مهسا امینی آغاز شد، ولی این زخم دیرینه‌ای که این رژیم جنایتکار تو اون جامعه از خودش باقی گذاشته عمیق‌تر از این حرف هست. مسئله برابری زن و مرد، مسئله خلق‌های تحت ستم ایران، مسئله کودکان، نوجوانان، کارگران، بیکاران، پرستاران، معلمین، بازنشستگان و همه اینهایی که در این شرایط نابسامان در اون جامعه زندگی میکنن، موجبات این خیزش عمومی رو فراهم آوردن، به طوری که باز پسگیری تفکرات ارتجاعی تو این جامعه دیگه برای رژیم جمهوری اسلامی ناممکن شده است. بله. رفیق اکبر، شما که خارج از کشور زندگی میکنید مطمئناً شاهد اکسیون های زیادی بودی در حمایت از خیزش مردم ایران. پشتیبانی های بین المللی از این اعتراضات تا چه اندازه اهمیت داره و چه تأثیری روی خیزش سراسری مردم ایران میتونه داشته باشه؟ به نظر من پشتیبانی هایی که تا کنون ما از مردم شریف و زحمتکش اروپا و آمریکا دیدیم، این پشتیبانی ها بی‌نظیر بوده. ابتدا به سابقین که دخالتگری نیروهای انقلابی و سوسیالیستی و کمونیستی ایرانی از یک طرف، دفاع بی حد و مرز سوسیالیست ها و کمونیست ها و انسان های آزاده در اروپا و امریکا از سوی دیگر، ضربه مهلکی بر پیکر ناسیونالیسم و شکسته ایرانی زد که با پرچم‌های شیر و خورشید وسط می‌آمدند، که ما در این اواخر مشاهده می‌کنیم که روز به روز این ریزش داره پیدا می‌کنه. طبعاً این جنبش رو در خارج از کشور رادیکال‌تر می‌کنه و این جنبش هرچی رادیکال‌تر بشه منطبق‌تر میشه بر خواسته‌های اساسی و واقعی توده های رنج و زحمت در اون جامعه، و لذا هرچی این جنبش و اون جنبش منطبق‌تر بشه به پیروزی های بزرگی تو اون جامعه نیست، امکان پیروزی های بزرگ در اون جامعه رو هم نیست فراهم خواهد آورد. بله. رفیق اکبر، حدود چند ساعت پیش یه لیستی به دست من رسید که از آغاز اعتراضات تا کنون اگه اشتباه نکنم بیش از 140 نفر کشته شده بودن. حالا سوالم اینه که دلیل این همه سرکوب چی میتونه باشه و چرا ماموران رژیم به این سیاست جنایتکارانه رو به کار میبرن و برای اینکه این اعتراضات هرچه توده‌ای تر بشه شما چه پیشنهادی دارید؟ ببینید، من فکر میکنم که این جنبش دیگه مثل جنبش سال 98 نیست که اینا بریزن بیش از 1500 نفر رو در نیزارهای جنوب قتل عام بکنن جوانان و نوجوانان این کشور. رژیم در ترس و وحشتی بی سابقه داره زندگی میکنه، درون خودش ریزش هایی رو داره میبینه، میدونه که نیروهاش از ترس بر خود میلرزن توی خیابون ها
وجود این اون بخش های جنایتکاری که با خودشون میدونن که به هر حال یقه این جنایتکاران در فردای پیروزی یک انقلاب اجتماعی تو اون جامعه گرفته خواهد شد. اینا برای اینکه یک تلاش مذبوحانه‌ای بکنن به کشتار، همونطوری که شما هم اشاره کردید، به بیش از 140 نفر تا اونجایی که آمار و ارقام داره نشون میده اقدام کردن، ولی به بیش از هزاران نفر رو اینا دستگیر و به زندانها گسیل داشتن. از سرنوشت اون عزیزان خبری نیست. لذا تصور من اینه که توده های مردم در مقابل این دستگاه تا به دندان مسلح رژیم میبایستی خودشون رو تسلیح بکنن و برای دفاع از جان خود، برای دفاع از خواسته های خود اقدام به قیام مسلحانه در مقابل مزدوران رژیم انجام بده. بله، پیامتون برای مردم تظاهر کننده که بیش از 20 روز خیابان ها رو تسخیر کردن چیه؟ من میتونم فقط اینو بگم که ما هم در سال 57 وقتی در مقابل رژیم شاه قیام میکردیم، ما هم در خیابان ها ماندیم، ما هم در خیابان ها از اقدامات معینی مثل ساختن کوکتل مولوتوف، خل سلاح نیروها و غیروزارک استفاده کردیم که بتونیم با سرنگونی رژیم شاه عمل انقلاب اجتماعی رو انجام بدیم که متاسفانه امپریالیست‌ها و ارتجاع منطقه وقتی فهمیدن جنبش داره رادیکالتر میشه، سوسیالیستی به سمت سوسیالیسم میره، خمینی رو آوردند و به جامعه تحمیل کردن. امروز دیگه دوره خمینی ها گذشته و این جوان ها، مخصوصا کارگران و زحمتکشان، زنان جسور ما باید بدانند که اینا هر لحظه‌ای که بیشتر در خیابان ها مبارزه کنند، لذا به خواسته های اساسی، اصولی و به حق خودشون نزدیکتر خواهند شد. ممنون رفیق اکبر. من سوالی ندارم، اگه شما صحبتی دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید. من صحبت زیادی ندارم، فقط آرزو میکنم که توده‌های رنج و زحمت توی ایران بتوانند به زودی این رژیم جنایتکار رو سرنگون کنند و به جای این رژیم شوراهای خودشون رو حاکم بکنن، خودشون رو حاکم بر سرنوشت خودشون. بله. ممنون از شما رفیق اکبر عزیز برای شرکتتون در این برنامه. خواهش میکنم. من از شما تشکر. زنده باشید. عزیزان، رفیق فریدون ناظری عضو کمیته مرکزی کمال شعری سروده به نام به یاد مهسا که برای این برنامه فرستاده و تقدیمتون میکنم. به یاد مهسا امینی. خیزشی که با جلالت خورد رقم، در فراز از تو تعالی دم به دم، در صفوف اعتراضن همگنان، رمزشان مهسای زیبای جوان، پرسلابد یورش رزماوران، ضد جلادان بیمار روان، با شکوه از رقص مشت دختران، چون نسیم از شور در فریادشان، مرد و زن بازو به بازو شیرسان، می خروشند بر علیه دشمنان، خواستشان نابودی سوداگران، دستگاه ظلم و جور حاکمان، مرگ بر عمامه پوشان هرچه هست، چکمه پوشان و بسیجی های پست، ارتشی یا که سپاهی های خار، هنگ های فاسد پرننگ و عار، خیل مزدوران و اربابانشان، کاسه لیسان رذیل بینشان، زنده باد حکم روای مردمی،
عزم جزم بیریای مردمی، جمعهای پروقار مردمی، رزم و جنگ استوار مردمی. بعد از یک میان برنامه با مهمان بعدی در خدمتتون خواهم بود. بله عزیزان، رفیق جمال محزونی از طریق تلفن با منه. رفیق جمال خیلی خوش اومدید، ممنون که دعوت ما پذیرفتید. سلام و درود به شما عزیز، رفیق عزیزان و رفقای دیگر که کاربر تلویزیون دارن، و امیدوارم که موفق باشید. رفیق جمال، بیش از 20 روز مردم سراسر ایران به خیابان اومدن و علیه حاکمیت جمهوری اسلامی شعار میدن و خواستار سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی هستند. به نظر شما چه وجه تمایزی بین این اعتراضات و اعتراضات سالهای پیشین از جمله مثلا 98 و 98 وجود داره؟ یعنی قبل مقایسه نیست این اعتراضاتی که الان وجود داره. البته من هفته اول در نظر بگیریم میتونستی بها بگیم یه بچه اعتراضات، ولی الان از این بچه اعتراضات به مرحله چیز دو قدمی انقلاب فرا رسیده به نظرم تو میاد. بعدن اون تمایزی که داره با اعتراضای دیگه سراسری نشده بود هنوز، یعنی اعتراضات پراکنده، شهرهای مختلف یا برانخشهای مختلف برای درخواستهای مختلفی، ولی الان این اعتراضات که در دو قدمی انقلاب به سراسری شده، یعنی به حال یک تقریبا انقلاب میتونم متحد تمام ایران دوره شعار جمع شدن که سرنگونی جمهوری اسلامی را درخواست میکنند. رفیق جمال، نقش زنها که من میتونم واقعا بگم یک نقش پیشرو داشتن در این اعتراضات رو چطور میبینن؟ چون خیلی ها میگن که این اعتراضات به حجاب اجباری برمیگرده. واقعا این خیزش به حجاب اجباری برمیگرده؟ نه اتفاقا من فکر کنم فراتر رفته. به حال اینی که برای حجاب اجباری وجود داشته، یعنی به حال زنا تو این 14 تحت فشار، تحت ستم جنسی بودن و به حال نیمی جامعه را تحت ستم قرار گرفتن. فقط این به مسئله حجاب بر نمیگرده، الان دیگه از این فراتر رفته. من فکر میکنم که به حال شعارهایی که الان شعارهای رادیکالی که میدی درخواست تمامی اقشار ایران رو در نظر داره. همین شعار به حال زن، زندگی، آزادی که از کردستان با قتل ژینای عزیز شروع شد، از به حال هزار تشییع جنازش شعار جیان آزادی و این به حال با برداشتن روسری زنها اونجا بعداً با پشتیبانی گرم مردم مبارزه همیشه سانندج باز اونجا هم به تمامی ایران این مسئله چیز شد و این شعار در اصل تمام اقشار ایران رو در نظر میگیره. زن مثل یه
نصف جامعه که به هر حال در ابتدایی ترین خواسته های خودش نرسیده، همیشه تحقیر شده. بعدا هم مسئله زندگی که تمام بگم به هر حال این زندگی برای مردم ایران وجود نداشته در این 43 سالی که حکومت کردن. بعد مسئله آزادی که تمام کشورها در نظر میگیره، هیچ آزادی وجود مسئله فرق تحقیر تمام دست به دست هم داده. مثل یه باروت، انبار باروتی با این مسئله جینای عزیز دیگه چیز میشه. من فکر میکنم از این فراتر رفته دیگه. الان شعار از مرحله حجاب اعتباری فراتر رفته. قدمی کنم انقلاب داریم پیش میره و تمام خلق شعارهای رادیکال، شعارهای که با حال تمام نظام جمهوری اسلامی را مد نظر داره و اینکه نقش زنان در این به حال به طور رهبری بعد شده این واقعیت داره. الان زنان سنگ رهبری این مطبوع انقلاب را میکنن، زنان، جوانان، این که مسئله تو تمام دنیا پشتیبانی گرفته. تمام خارج کشور، ایرانیان خارج کشور سرخط اومدن. رفیق جمال، شما بفرمایید صحبتتون رو کامل کنیم، من سوالم الان چیزی ندارم، میتونی سوالتو بپرسی. شما صحبت از اعتراضات خارج از کشور کردید. دیروز اعتراضات بزرگی، اعتراضات 1000 نفری در شهرهای بزرگ جهان به وقوع پیوست. شما به نظر شما این اعتراضات خارج از کشور چه تأثیری روی روند خیزش اعتراضی در ایران داره و اینکه دارای چه اهمیتی هستند این حمایت‌های بین المللی؟ من اینطور میتونم بگم که به حال خارج کشور سنگر دوم انقلاب ایران، واقعا مبارزات ایرانه، سنگر دومشه. این پشتیبانی گرم ایرانیان که تا سابقه نداشته تأثیر زیاد در روحیه مبارزان ایران داره. وقتی مثلا یه میتینگ 50,000 نفری تو کانادا برپا میشه و در اونجا قطعنامه میدن و حکومت کانادا را وادار میکنن به خیخ، این واقعا تأثیر گذاره. یعنی الان تمام میتونم بگم تمام ایرانیانی که به هر حال بغیر از اونایی که وزران جمهوری اسلامی در خارج کشور سر خط اومدن با میتینگ احزاب سیاسی با هم همبستگی دارن در این رابطه با مرتب میتونم بگم در هر کشوری هفته 2-3 بار میتینگ، اکسیون و اینو به هر حال انعکاس عجیبی تو کشورهای خارج داده. خارج کشور سنگر دوم این مبارزاته و خیلی مهمه. پشتیبانی گرم ما این روحیه گرم را بونم که ادامه بده این مبارزات تا پیروزی و این واقعا حق دم ما، یعنی ما باید این کار بکنیم. اون چیزی که میتوانیم بکنیم پشتیبانی گرم ما اوناست. رفیق جمال، گفتید باید ادامه بدیم تا پیروزی. به نظر شما این خیزش باید داره چه توانایی و چه قابلیتی باشه که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه؟ من فکر میکنم الان تمام نیروهای مردم به کار نیفتاده. من میتونم بگم الان قشر زیادی از مردم هنوز بی تفاوتن، توهم دارن. یعنی اینکه به هر حال این که بگم مسئله اونا نیست، مسئله اونا هم هست. تمام ایران میتونم بگم تحت فشار اقتصادی، تحت فشار ستم جنسی، ملیتی، فقر، فساد، اعتیاد، تمام اینا بوده. این نمیتونی بگی به هر حال این قشر تو ایران خوب بوده این بد بوده.
اینه که من فکر میکنم که باید همه به خط بیان. یعنی الان مسئله این نیست که برحال ما کلمه بی تفاوتی را واقعا باید کنار بذاریم. الان جوانه ایران، زنای ایران دارن تو خیابان جون میکنن. وظیفه تک تک ماست که برحال ازشون دفاع بکنیم. یعنی که تمام ایران باید، من فکر میکنم با اعتراضات تظاهرات 1 میلیونی تهران میتونه برحال این انقلاب یکسره بکنه. اومدن کامیونداران، نقل و انتقال، اینا واقعا مهمه. چون اگر مروری بکنیم به انقلاب 43 سال پیش، از اول از دانشگاه شروع شد، بعدا با تحسن با احساب شرکت نفت خاتمه یافت. چون واقعا لید اصلی اونا کار یسره بکنن. باید همه به خط بیان، باید همه به حال واقعا شرکت کنن در این، با هر وسیله، با هر امکاناتی که دارن باید از این جنبش سراسری دفاع بکنیم. رفیق جمال، شما صحبت از حضور کارگران و پیوستن کارگران به خصوص کارگران صنایع کلیدی مثل پتروشیمی، نفت و فولاد به این اعتراضات کردید. شما به عنوان عضوی از حزب کمونیست ایران چه پیشنهادی میدید و چه راهکاری دارید برای اینکه کارگرها هم به این اعتصاب بپیوندند؟ این واقعا اگر یه مروری بکنیم به وضعیت کارگران ایران، کارگران همیشه در مضیقه اقتصادی همیشه تحت فشار بودن و ما شاهد اعتراضات زیادی از طرف اونا بودیم که متاسفانه کم و بیش با موفقیت شاید جزئی تمام شده باشه، ولی خب سرکوب شدن بخاطر اینکه تنها بودن، بخاطر اینکه تمام این مسئله تمام ایران رو به هر حال نگرفته. این اعتراضات یعنی دغدغه تمام ایران نبوده. الان به نظر من این جامعه یه جامعه ضد کارگری هم هست، یه جامعه زنستی ضد کارگری است که تغییر این رژیم به نفع تمامی اقشار این جامعه است، هم از کارگر، هم از معلم، دانشجو، زن، کودکان. وقتی این جامعه ضد کارگری هم هست، به نظر شما وقتش نرسیده که کارگرها به خصوص کارگرای صنایع کلیدی به این اعتصاب بپیوندن؟ به نظر من این کار رو باید حتما بکنن. الان وضعشه، الان دیگه وقت اینی که برای کارگران به خط بیان که کارگران از این اعتراض میلیونی ایران باید دفاع بکنن. واقعا ممنون رفیق جمال عزیز. صحبت پایانیتون چیه؟ صحبت پایانی من یه برحال پیغامیه به انقلابیون سر خیابان ها، هم از زنای مبارز، از جوانای مبارز که باید واقعا خیلی مواظب باشن که توطئه‌ای که به هر حال جمهوری اسلامی مشغول توطئه‌ای است که بتونه این اتحاد و همبستگی میان مردم را از بین بره با دلایل‌های مختلف، از طریق‌های مختلف، که باید خیلی مواظب باشن و باید بمونن تو سنگرهای خودشون. یعنی این چیزی که من مطمئنم که پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن این جوانانی که به هر حال میخوان این انقلاب رقم بزنن، آینده اوناست و ما باید تمام تلاشمون اونا را چیزو کنیم، به هر حال حمایت بکنیم، به خیابانا بیاییم یا در خارج کشور با تمامون از اونا دفاع بکنیم. انعکاس اون مبارزاتی که تو ایرانه برای انعکاسش رو به خارج کشور بدیم، دولت‌ها را به هر حال وادار بکنیم که این که رابطه دیپلماسی را با ایران قطع بکنن، دیپلمات‌ها را به هر حال فراخوان بدن به کشور خودشون. اینا کارهایی که ما
خارج کشور میتوانیم بکنیم که برای اینکه جوانان جسور ما بتونن، زنای انقلابی ما بتونن تو خیابان بمونن و بتونن با همبستگی هم دیگر این انقلاب به پیروزی برسانن. جمهوری اسلامی از حد برها تلاشی غافل نیست برای اینکه بتونه تفرقه بین اینا بندازه که اینو مسئله به حال الان بمباران و توپباران منطقه احزاب کردستان یا اینکه به حال بلوچستان اینا رو به حال در این افکار رو میرم توجیه نکنه، ولی خوشبختانه نتونید این کار بکنه. الان دیگه یه اتحاد که این اتحاد واقعا رمز پیروزیه، باید همون به توجه بکنیم. هیچ چیزی نباید بتونه خللی در این اتحاد پیدا بکنه. این خیلی مهمه که جوانای ایران مخصوصا اونایی که برای تو ساحه مبارزه هستن، زنان، جوانان، بقیه مردم، اقشار مردم باید خیلی مواظب باشن که جمهوری اسلامی نتوانه از این برحال با استفاده بکنه، بتونه این اتحاد مردم را به هم بزنه. رفیق جمال، مطمئناً اعتراضات اخیر و شعارهاشون، شعارهای تظاهر کنندگان نشون داده که یک دستاورد مهمی که این اعتراضات داشته اتحاد و همبستگی مردم و شکست سیاست رژیم در تفرقه اندازی و دو دستگی بین ترک و کرد و لر و بلوچ بوده که این سیاست هم در جریان این اعتراضات نشون داد که شکست خورده است. ممنون رفیق جمال برای حضورتون در این برنامه و سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتید. خیلی ممنون. به امید پیروزی، به امید ایرانی آزاد. زنده باشید. ممنون. خیلی ممنون. خداحافظ. به سلام. بله عزیزان، متاسفانه وقت برنامه‌مون در اینجا به پایان میرسه. وقت برامون خیلی کم بود به دلیل مشکلات تکنیکی که پیش اومد. حدود 20 دقیقه برنامه‌مون با تأخیر برگزار شد. بعد از یک کلیپ دوباره در خدمتتون خواهم بود. بله عزیزان، همونطور که گفتم وقت برنامه‌مون خیلی کم بود و به دلیل مشکل تکنیکی که پیش اومد برنامه‌مون با تأخیر برگزار شد. به همین دلیل مجبوریم برنامه‌مون در اینجا به پایان برسونیم. ولی قبل از اون به ظالمان جهان شعر شاعر تونسی عبدالقاسم شعبی است که هم در مصر و هم پیش از این در تونس تبدیل شده به سرودی برای تظاهر کنندگان. این سرود تقدیم به شما مردم مبارز و آزادیخواه ایران. ظالمان ستم پیشه، عاشقان تاریکی، دشمنان زندگی، شمار ضعیفان را دست کم گرفتید. دست شما آغشته به خون آنهاست. زندگی جادویی ما را از شکل انداختید و تخم اندوه در کشتزارها کاشتید. صبر کنید. گول بهار را و صافی آسمان صبح را نخورید، زیرا در افق آنک نهفته از بیم تاریکی و قررش تندر و خیزش بادها. زنهار زیر خاکستر آتشی پنهاند، با آنکه خار میکارد زخم درو میکند. بنگرید، من سرهای مردمان را درو کردم و گلهای امید را و قلب جهان تشنه را با خون سیراب کردم. باری رود خون شما را در خواهد نوردید و طوفان سهمگین شما را خواهد بلعید. بدرود.
همینطوری که میبینید مغازه‌های فردی زمین اعتصاب کردن. امروز 17 مهر ماه 1401. ماشاءالله به دختران غیور بلوار پیروزی. ماشاءالله دختران بلوار پیروزی. ماشاءالله. تهران 17 مهر شعار مرگ بر دیکتاتور 17 مهر 1401. بسیجی جیره خور آخرش خوب بخور. جمهوری اسلامی خدافظ. شاهینشهر شنبه اعتراض به جمهوری اسلامی.
یگان فراری داریم. یگان فراری داریم. یگان فراری داریم. یگان فراری داریم.